تیم فقط یه بچه معمولی و هیچ کس درکش نمیکنه. با مامان و باباش و ویکی بهش امرو نمیکنن. وقت خواب شاید بدبخت به نظر برسه یا حتی بدون امید، اما اون یه پدر و مادر جادویی داره که بهش کمک میکنن. چون پدر و مادر جادویی داره، چوب دستی و بال من یه تاج شناور دارم. پدر و مادر جادوییش اونا همه چیز رو هم که میسازن. آره به یه مرده یه غاز یا یه فنجون آب بمیر، به یه مار یا یه کیک یا یه سیب زمینی سرخ کرده تبدیل شو. سلام تیمی، تو اون پدر و مادر جادویی، حالا زندگی بهتره. آره